واقعا این ویدیو پر از تأسفه که ما انسان ها میوه ها رو به فرم سمی تبدیل میکنیم و مصرف میکنیم. چطوری؟ وقتی میوه رو آب میوه میگیری ویتامین سیش میپره، قند میره بالا، در اون طفاله بسیاری از موادی هست که عوامل خطرناک درون میوه رو خنثی میکنه. خب اونها هم هضم میشن و این قند بالا وقتی وارد بدن میشه، خدا نکنه تو خود ایمنی داشته باشی، خدا نکنه سرطان داشته باشی یا آلرژی داشته باشی، تشدید میکنه. از طرف دیگه حالا یه سری آب میوه نمیخورن، میان میوه خشک میخورن، بدتر فقط قنده، نگهدارنده است، ارزش غذایی نداره. نه آب میوه نه میوه خشک، روزی 2 واحد 3 واحد میوه بخورید، تازه متوجه میشید چقدر سلامت شما تضمین میشه. از طرف دیگه اون میوه هایی که قند بالا دارن و به بیماران سرطانی ندید. مثل چی؟ مثل انگور، مثل هندونه. موفق باشید. دکتر خلیل.